امروز قراره 7 تا کار رو توی 24 ساعت انجام بدیم. به نظر من اولین کاری که میتونیم انجام بدیم که صبح فرش باشیم اینه که توی کافی شاپ کار کنیم. برای همین میخوام برم اونجا اولین کار رو شروع کنم. بریم. چی بخوری داداش؟ منبع کافئین خاورمیانه. آقا امین. آقا امین عزیز من یه هفته پیش شما کار کردم. بله. همه اینجا رو دیگه تقریبا بلد نیستم. بله. هنوزم بلد نیستم. بله. سلامتی. بفرم. برم. بفرم. از کجا باید کافه بیارم؟ از کافه از سر جاش میاری. اینا نمیارم، میزنن کافه رو. بخار میومد ازش، درسته؟ اون نازله بهش میگن. من دستم بره این زیر بخار بیاد امکان داره باقی ویدیو دستم نباشه، درسته؟ نه رو دستت بلند شد، دستت از فقط استخوناش معلومه الان. میخوام ببینیم چه جوری نه داغ بفهم. این اسمش چیه همین؟ پورتافیلتر. پرتقال فیلتر. هر چقدر میگید خدایا شکر. از اینجا بکنیم. آقا می فرق دبل و سینگل چیه؟ قهوه دبل 60 میده، حجم بسته. یک برو صدام کردی 15 گرمه میگیره. 30 میل قهوه میگیره واسه. خب چقدر با دست چپ هم باید هر چیزو جوری میگرفتن میگه با مش برکن برید. این گوشت اسمش چیه؟ تمپر. سخت‌ترین کار. نه راحته. حالا دو تا قهوه بزن بخوریم. میخوام یه تشت اسپرسو بزنم برات آقا امین. این آره اتوماته. رقیق نیست آقا امین. والا ایتالیا همچین قهوه‌ای نمیده دست مردم. برزت بادی. آب یخچال بخوری راحت‌تری تو بخوری. آقا امین خیلی خوب نیست قهوه. این خیلی عالیه. من اینو میشه باز بکنم خالیش بکنم. باز کنی. میشه بگیری این تو رو؟ ناکن گل قهوه رو ناکن چه قشنگ در آورده. خشک اصلا آب توش نداره. شما برو من به شما خبر میدم. برم. خوب نبود. عالی نامبر وان. خوب بود آقا. من شما. قدر ما تو این کار نمیدونم. باید به نظرم بریم کجا؟ بریم کار بعدی به نظرم. نه؟ خب آقا امین مثل اینکه از ما راضی نبود و باید بریم توی یراق فروشی کار بکنیم. بریم یراق فروشی. آقا امروز چیکار داریم ما با هم دیگه؟ کار که گلپسر زیاده. ما کارمون دیشبم دیر خوابیدم، امروز نمیدونم خود دیر اومدیم. امروز کار بیکاریه نه؟ کار انقدرم که نه قربونت، ولی من متخصصم. من قربونت برم. ساعت 1 میلیون بعد ولی آقا من حقوق بگیرم. 1 میلیون ریال دلار. آره گذاشتیم که دلار برداری. علی آقا بگو من چیکار کنم امروز برات؟ ببین یه 4 تا پایه 25 سانتی بردار از پشت ببین. پایه چی؟ پایه جانبازان، پایه کابینات دیگه. علی آقا اینجا اسلحه به گردن پیدا میشه، درسته؟ شاید نمیدونم، حالا بگرد دیگه. قرار نیست همه چی بهت بگم که 25 آره. علی آقا من این 32 پیدا کردم. هر جا راه میری یه سیم میخوری اینجا. ظرف غذای سگ. پشتو به هم نریزی، کلی اونجا رو مرتبش کردم. نه علی آقا چیزی به هم نمیریزم. ای بابا. نه علی آقا چیزی به هم نمیریزم. بابا ولش کن بیا، نمیخواد. نه پیدا کردم علی آقا پایه 25 رو. یه چیزی بیار، پایه اصلا 20 بیار. آوردم علی آقا پیدا کردم. من لباس کارم بپوشم خالی. دوربین داره اینجا، خرابکاری نکنی یه موقع. علی آقا خرابکاری برای بچه است. خیلی خوب، خیلی بزرگ شدی الان. آره بزرگ علی آقا. الان علی آقا پایه 25 رو آوردم برات. ان شاءالله که دستکشاتم یه چسب آکواریوم بیرنگ بردار پشت. آکواریوم چسب داره علی آقا. آکر چسواریوم کجاست به نظرت؟ خدا وکیلی. بیا برو جایی که 20 میلیون کار می‌کردی قربونت برم. این چسب آکواریوم است. مطمئنم علی آقا. علی آقا مطمئن هستم این آکواریوم چسب است. درست آوردم؟ یه دونه رو درست آوردی. دیدی علی آقا؟ علی آقا کی حقوق من میدی؟ 4 تا پایه رفتی لولا گازور آوردی الان ببین که چسب. لولا کاظم؟ لولا گازور. لولا گازور؟ گازور آره قربونت. درست آوردم. آوردم. آقا برو داییتی بیچاره کن. تو رو خدا بی خیال ما شو. دست علی آقا با این دستکشا خوشگل شدم نه؟ یه دونه گل چرا روی این دستکش علی آقا؟ واسه کار دیگه، دست چی کاره دیگه؟ زمین کشاورزی این پشت نه؟ برده نگرد. پنبه. سال 1900 اینجا پنبه برداشتیم. یه دونه لوله رگال بیضی مشکی بردار پشت ببینم. لوله چطور میتونه بیضی باشه علی آقا به نظرت؟ لوله لگال لالالو علالو ترالالو ترالالا. اینو اگه واقعا درست ببرم واقعا پول میگیرم، یعنی جدا از ویدیو واقعا پول میبرم اگه درست ببرمش. علی آقا اینم لوله رگال لوزیت. خب
شبا بدم؟ نمیخواد قربونت، این مال شما. چرا الان که ساعت کاری علی آقا؟ خیلی هم خوشحال شدیم. علی آقا من کجا برم الان؟ من زن دارم علی آقا. آره چون من مجردم، زندار نمیخوام قربونت. بفرمایید. خطرناک. من علی آقا این موضوع رو یادم میمونه و خسته نباش. حالا تو حسن آقا من آقا امید معرفی کرد به شما. گفت بیام پیش شما کار بکنم. من یه 5 سالی سابقه کار دارم حسن آقا. الان 18 سالم ولی به درد من میخوره. برو لباس کار بپوش حسن آقا. آره سعید یاسر لباس فشار چپای خب حسن آقا من ببخشید واسه حرفت پریدم. من آمادم حسن آقا. باش الان بهت کارتون میدم. جانم جدی این سرسنده رو با علی اصغر واسه بغلش ببینم چقدر تو اصلا یه کار سنگین‌تر بهم بده این. حالا اینو سرسیلندر کار کامیون نمیتونید بهم بدی. کامیون هرچی بزرگتر باشه که برق که نمیگیره اصلا آقا دستام میگیره. تو چجوری کار کردی من میگی برق نمیگیره؟ ما اینا یه بار برق گرفتن و مردم اصلا آقا. داری فیلم بازی می‌کنی برای نه به خدا اصلا ما غلط بکن. منو در اینو باز نه اصلا آقا تاج سر من. اونو باز یعنی بکنی. چی تو میگی دست بزنم به این برقم میگیری بعد میگی 5 سال کار کردم چجوری کار چه ربطی داره؟ منم پایینش برق باشه بالاشم هم برق منو میگیره. نه غلط کردم. نمیخوام اصلا. میدونی من چقدر بد اخلاقم. بیا اینجا. چجوری میگم منو دلقه گیر آوردی یا این نه واقعا بلده. سلام. ما دیده بودیم هم دیگه سلام. سرسیلندر قطار ماشین. نه مال هواپیما. واقعا جمعش بکنیم. بعد میل سوپا بذاری روش. این میل سوپاپه؟ این میل سوپاپه. اصلا این میل سوپاپه دیگه. تو منو مسخره کردی. نه بابا. من گفتی 5 سال کار کردم. تو هنوز فرق سوپاپ با میل سوپاپو نمیدونی. بعد به من میگی 5 سال کار اصلا کردم. برای هواپیما فرق داشت. ما جت هواپیما میل سوپاپ کجا؟ بابا مسخره بازی در نیار. اگه اومدی کار بکنی من احتیاج به کار دارم. اگه دلقک بازی اومدی من به احتمال زیاد استایلم بد اصلا چون نه دیگه کارو تو اگه بلدی همین الان اینو میبندی. اگه بلد نباشی الان خدا وکیلی من بذاری رو اینو اونو با اون زیریش یا حسین با این خب جمع یا تو منو مسخره گیر آوردی؟ نه هستن آقا بابا من داره زنگ بزن ساده است. نه زنگ بزنم این که فرستاده الکی برای من فیلم آقا بازی کرد. آقا امید از باغ وحش نگهبان باغ وحش. بابا من اینجا آبرو دارم مگه میشه من اصلا ندارم. اینجوری کار نکردم. اینا همه بچه‌ها میدونن من چقدر اخلاقم. واسه در بیا برو به درد من نمیخوری تو برو. الان صدای چکشو میشنوی بگم چرشی مولدم. آره والا خدا بودو نگاه کن منو نمیدونی من چقدر بد اخلاقم. بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا بریم بیشتر از این تا مزاحم حسن آقا نشدیم. استرس حسن آقا منو گرفته. این پارتی نه آشپز حرفه‌ای بشم به امید خدا چون دستپختم خیلی خوبه توی این کار موفق بشم. بریم آشپز حرفه‌ای شیم. بریم املتی گلشن. من سرآشپز حرفه‌ای میخوام بشم. بیا بریم تو. آقا مرا سلام. سلام آقا بفرمایید. من دنبال کارم. کار چی؟ شاگرد شما باشم. کار کردی؟ همه جا کار کردم. من قبلا کساب کار کردم. فرانسه کار کردم. قم کار کردم. بهترین بیام آقا. بفرمایید. من استخدام شدم. بفرمایید. ابسولوت سیام. آقا بذار روپوش نو. بشقاب. سفیر کوکاکولا. آقا خیلی زود شروع نکردیم کارو. املت کجای دوست داری بعد عثمان؟ ما هم املت ایرانی رو بزن خدا بزن. کجای ایران؟ از اونجایی که من میدونم باید شعله املت زیاد بشه درست اولش. بزن منو ببینید چی بزن زر نزن این حرفو زد آقا. این کره است آقا. آره زیاد است یک مقدار نه. تو گفتی من بلدم که. آقا من بلدم. من این مقدار سبک املت درست کردم با بقیه دنیا فرق داره یا حسین. جوری بابا من 2 ساعت اینجا مشتری صف وایسه که. ابسولوت سینما. خب بس گفتی من بلدم که. بلدم آقا. گفتم من با سلیقه شما کار بکنم که از من سوال می‌کنی بس بلد. داغ آقا مرداد داغ. خب تخم مرغشو بزن. یه حرکت بخوام بزنم تا نجش کی نزده. یه کم آقا مرداد. آقا زود باش مشتری‌ها منتظر.
آقا این عمره به درد خودت میخوره. دستم آقا داره کباب میشه. آقا این به جدا از ویدیو دستم واقعا داره میسوزه. خودمونیم تو کار بلد نیستی. نه داداش نه داداش نه. برو رو پوشو در بیا به درد ما نمی. آقا من بذار خوب شده نشد. بفرم آقا. برم؟ آره. اینا رو کجا چیکار کنم؟ بنده تو آشغالی. بعد واسه آشغالی. بیا بشه خودت بخور. خام نیست آقا مرتضی؟ نه بفرم. خامه ها. یکم بخورم بعد برم اون تمام. بابا برو بشین برو خام است آقای مهرداد خان. بشین بخورید دو تایی با هم. خان آقا بفهم تو بخور یه لقمه خامه شیشلیک گوجه. قدر من هم اینجا باز ندونستم. کجا برم منظرت؟ بیا تو شما بیا. من و آقای فرامرز آقا هادی هایروکس حدود چند سال با هم دیگه آشنا شدیم؟ 1 دقیقه درسته؟ 1 دقیقه. بریم جای بعدی. 800 درجه است سمای آفتاب، یعنی تا 10 دقیقه پیش داشت بارون میومد تهران، نمیدونم چرا. یا الله. سلام. آقا سلام. مخلصم. آقا وحید با دستش چوب رو اره میکنه. در خدمتم. یک ماشین بده من با MD فراد بسازم. شما یه دونه جعبه جمع کن برای من. نمیخواد. جعبه چی؟ الان جعبه بهت میگم. سیاه هواپیما. آره. یه جعبه جمع کن نمیخواد ماشین. من میترسم از آقا وحید. آقا وحید شما اینو برای من مربع بساز. چرا مربع آقا وحید؟ مستطیل بساز. نمیشه یک بیزی آقا وحید. بیزی میتونی بسازی شما؟ من میتونم بسازم. شما با چی بیزی میتونی؟ حالا شما درست کن همینو. خب چسب نواری کجاست آقا وحید؟ چسب نواری نمیخواد، با میخ باید جمع کنی. نیلگانه کالاف بزنم سمت تیرنا. سنگین است آقای وحید خان. همین است. اینجوری یعنی منظورت هست آقای وحید خان؟ اگه بلد نیست. لگد دارد. چند تا 30 تا خورد فکر کنم. آره. استرس. بعد این تمام شد تلمبه. اینو واقعا نمیدونم باید چیکار کنم آقا وحید. باید سوراخ بزنی. من این نمیگی بلدم. کجا آقا وحید سوراخ بزنم؟ اونجایی که میخزدیو. در برود رفت آقای برو وحید خان. برو خزینه‌ش کن. چیش کنم؟ خزینه. خزینه چیست؟ جای پیچه کنم سوراخ کن دیگه. برو تو دیگه. بیشتر؟ آره مگه بلد نبودی؟ آهان خزینه. خب من به نظرم شما چک منو بنویس برای آره ما. می‌نویسم. تا من اینو پیچه بر. آن کلی پولمونه. پول پیچه بر. آخ درست نمیزنن درست؟ آقا به درد کار ما نمیخواد. بابا آقا وحید درست اینجا رو نکن. بیام باهات دفتر. میخوای بهت یاد بدم؟ بگو آقا وحید من که اصلا بلدم. البته شما درست میزنی یا نه؟ آقا وحید رفت. خزینه. چند سال؟ چی چند سال؟ چند سال شما جعبه سیاه درست بکنید آقا وحید؟ من از سال 84. کیش؟ ماهش یاد فکر نمی‌کنم ماهش یاد بشه نه؟ چرا؟ فروردین 84 اومدم تو. 2 ماه قبل اینکه من به دنیا بیام شما داشتی اینجا جعبه سیاه اینجا نبودم، جای دیگه بود. جای دیگه آره. جعبه سیاه می‌زدی. آره. شما می آقا وحید اومد بالا سر درسته؟ اون موقع همین بود یا نه؟ نه اون موقع با دست می‌بستیم. با همین با شست چیزی؟ نه با بریم یا چیز کجا بریم؟ وحید خان. کجا بریم؟ بریم یا وحید خیلی کار کردیم. بریم. از آنجایی که این ویدیو قرار بود 5-7 پارت باشه الان 5 تاش پر شده. اون 2 تای دیگهش چیه؟ من همین ادیت کردم این ویدیو رو، هم یوتیوبرم. پس خزینه.